خیلی حرفا دارم مثل گفتم میگه من دست نزار. الان در مدرسه دعوت بیرون با 2 نفر دیت کرد. نمیدونم تمام شد. با یه نفر دیگه لالا کرد. اصلا یه بحث. دوستان سلام. تو این ویدیو می‌خوایم بپردازیم به افشاگری سرژیو از خیانت معین و روژان که گفتم زمان با چند نفر و همچنین میگه از خیانت معین هم مدرک کرد. اول از همه بریم سراغ درگیری علی فصل 2 عشق ابدی با سجاد امیدی. تو همه قسمت عشق ابدی شاهد درگیری همه بچه‌های ویلا بودی الا سجاد امیدی. خودش شده اسمش توی حواشی نبوده، ولی چند روزیه که سر این ماجرا حسابی حاشیه ساز شده. از اونجایی که سجاد امیدی مشاور ارشد فصل 2 شناخته میشه و تقریبا توی همه روابط بچه‌ها دستی تو آتیش داشته، مثل اینکه توی یکی از قسمت‌های فصل 2 در مورد علی یکی از شرکت‌کننده‌ای که زود عوض شد صحبت کرده و این موضوع اصلاً به دل علی ننشسته. بعدش عصبانی هم شده، مثل اینکه سجاد توی یکی از این قسمت‌ها در مورد علی گفته که علی اینجا رو با فصل 1 اشتباه گرفته که من کشوندمش کنار و هولیش کردم و علی هم توی تلگرامش خطاب به سجاد میگه با بزرگتر درست صحبت کن. بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من داشتم هوازیمو می‌زدم بچه‌ها، گفتم عشق ابدی ببینم که زود بگذره. وحید و سرژیو دمتون گرم، مرسی تعریف کردین. وسط این تعریفا سجاد امید کاش کانالم عوض نمی‌کردی، اگه عوض می‌کردی حرف درست می‌زدی. من اولش برخورد بدی نداشتم، برخورد خاصی نداشتم، ولی شاید به خاطر اختلاف فرهنگی اون بد برداشت کردی و کشیدمش کنار بهش اینجوری گفتم حرف قشنگی که نیستش. من از تو فکر کنم چمایی هم بزرگترم، 105 کیلو وزن، 20 سال خاک مهاجرت رو خوردم، از صفر کارم رو اینجا رو انداختم، کف تهران بزرگ شدم تو خیابون. لفظ قشنگی نبود در هر صورت. من اگه کاری اونجا نکردم فقط و فقط به خاطر ارزش و اصول خودم بوده، نه چیز دیگه، نه حرف کسی، 100% به خاطر خودم. موین توی کانال تلگرامش گفته یه دختر دم بخت داریم و عکس سرژیو رو گذاشته. سرژیو هم در جواب موین گفته موین میخواد و آخر زمان شده که خال موین داره منو سوژه میکنه، اما کینه شطوری سرژیو به اینجا ختم نمیشه، چرا که اون توی استوریاش برخلاف همیشه که شوخ میگیرمش خیلی جدی داره در مورد موین و سری از بچه‌های فصل 2 گفته ای کاش خود واقعیتون بودی و اینقدر ادا در نمی‌آوردین. اگه یه مقدار بیشتر خودشون بودن، اینقدر تو نقش رو نمیرفتن، خیلی برنامه قشنگ‌تر میشد، خیلی برنامه قشنگ‌تر میشد. خیلی ریال نبودن، ببین خیلی ریال نبودن، یه خودتون دارین میبینید. امیدوارم بهترین واسهشون اتفاق بیفته، ولی اینقدر فیلتر کردن جلو دوربین به نظرم قشنگ نبود. خیلی دوست داشتم خیلی خود واقعشون اینو دارم جدی میگم خودم، چون من شخصیتشون رو میدیدم پشت ضبط بعد از برنامه و توی ضبط اصلا اون شخصیت با اون شخصیت یکی نبود. اینو جدی دارم میگم فقط همین کاش خودشون بودن، ولی فصل خیلی خوب. من کلا خیلی آدم راز نگهداریم و نمیگم که چه کسایی مثلا چیا به من میگفتن، ولی خیلی حرفا دارم مثل گفتم میگه من دست نزار که من میگیرم اول رو خودی ها. حالا نه جدا از شوخی، خیلی دوست دارم خیلی حرفا رو بزنم، من 2 تا 4 تا میکنم با خودم که بعد از برنامه بیام حرف بزنم نزنم، بعد برنامه با خداحافظی بگم خداحافظ، مثلا دیگه نپردازم. کلا نمیخوام بپردازم به برنامه، ولی اصلا کلا به همین اتفاقی هم که افتاده شاید نپرداختم، شاید من توی ویدیو مثلا 2-3 دقیقه‌ای فقط بیام اسمم نمیارم، فقط میگم که چقدر فیلتر داشتم. خیلی من در اومدم بهش گفتم که تو خالی جان حامی حقوق خانم‌ها و همچنین اهالی و اومه گفتن که شما دنبال محبوبیتی، یه دو گفتن نه تو محبوبی، نمیدونم مسخره کردن دیگه، یادم نمیاد دقیقا چی گفتن، چون من کلا دایور من کلا همه دوروبری هم کلا یه لاشی ها نسل با که آدم لاشی میبینم و هر جا خوش تو برنامه چی تو دنیا واقعیت بیرون دو شاخت هم صدا میده، جدی میگم همه میدونن. اون موقع من ذات آقا رو شناختم، بعد از چند ماه سجاد امیدی هم از علی عذرخواهی کرده و گفته من تو برنامه لحنم بد بود و به علی بی احترامی کردم و علی ازش معذرت خواهی کرده. بچه‌ها من پست علی رو دیدم، خب علی داره راجع به اون قسمتی صحبت میکنه که نشسته بودیم ما داشتیم راجع به بچهای سیزن 1 صحبت میکردیم و من اینجا
علی رو به سال زدم، گفتم چون شرکت کننده جدید بود اومد داخل برنامه، گفتم علی بنده خدا دیدش فکر میکرد اینجا مثل سیزن 1 من دستشو گرفتم بردمش کنار. حالا اصطلاحاً گفتم دستشو گرفتم بردمش کنار، حرف بدی هم نزدم. حالا علی یه مقدار بهش برخورده اشکال نداره، علی هم داداش بزرگ منه، من اتفاقا قلباً خیلی دوستش دارم، خیلی، چون پسر فوق العاده با شخصیت و مؤدبیه. ما بعد از برنامه اتفاقا وقتی که رفتم هتل، اینجا که دارم خروج میزنم بعدش مستقیم میرم هتل، اونجا اتفاقی میبینم که علی مثل این که از موقعی که خروج زده تا موقعی که من اومدم هنوز تو هتله. ما کلی اونجا با هم دیگه خوش گذروندیم، همش بیرون بودیم با هم دیگه، کنار هم دیگه بودیم. اتفاقا من بعد از اینکه از برنامه خروج پیدا کردم و داخل هتل علیو دیدم، تازه رفاقتم با شکل گرفت. ولی خب دیگه خودتون میدونین دیگه، داخل برنامه آدم امکان داره 1000 تا حرف بزنه، بالا پایین بشه، داخل چالش میره، نمیدونم دیگه حواست نیست یه حرفی میزنه به ناخواسته. نه اینکه من بخوام خدا نکرده بگم علی آدم اوکی نیست، اتفاقا همیشه صحبتش کردم، از خوبیاش گفتم، 1000 بار داخل برنامه از خوبیش گفتم. حالا یه بارم اتفاقی از دهنم شاید به اتفاق به ناخواسته بد بیان بودم اون لحظه، اینو گفتم. ولی واقعا نیتم این نبود که بخوام بگم علی آدم درستی نیست. من براش کامنت هم گذاشتم، گفتم علی جان من بد بیان بودم اون لحظه، من معذرت میخوام، شما ثابت شده این و غیر از اینم نیست. اینم لطفاً برسون به دست علی جان که باز شهابی بلگر معروف اینستا میاد یه سری افشاگری‌ها راجع به روژان میکنه و میگه وقتی اومد توی برنامه دوست پسر داشت و جدا از اون هنوز قسمت اول فصل دوم پخش نشده، این آدم با 2 نفر سر قرار رفت و حتی با 1 نفرم رابطه جنسی داشت و در مورد بددهن بودن روژانم یه سری صحبت کرده و گفته خب که دوستش داره تو برنامه عشق شما 2 شرکت کرده، اینقدر قد داره اومد تو برنامه دوست پسر داشت، برنامه تموم شد، الان اومده قسمت اول بیرون با 2 نفر دیت کرد، برنامه تموم شد با 1 نفر دیگه لالا کرد. اصلا یه وضعی بددهن. یادمه که پسر میگفتیم دختر خیلی بددهن، سیگاری بددهن. میگم جلوی شما خوب نشون میده چرش دختر دورش نیست، فقط دیگه سریع دارونم از ایران میام، اصلا هیچ دختر دوستش ندارم، رفتارش بده، چوسی الکی، بی تربیت، هیچ دختری سمیش نیست. من نمیگم من خیلی عالیه، من خرابتر از حرفی که من من خرابتر از اونی که شما فکر می‌کنی، من لحاظ زبانی و رفتاری، ولی ذاتم معرفتم صده. اگه آدم بی معرفتی بودم ولی لاشی بودم، آدمایی که مثلا روی نگاه رو امید از خود شهابم که بگذاریم، آیدا در مورد عشق ابدی سری صحبت کرده و گفته تو عشق ابدی برنامه خزی بود که من رفتم، مجبور شدم که محتوای خزی هم توی پیجم بذارم. بعد این برنامه کلا یکم دوباره گفتم دیگه، رفتم تو خست‌ترین برنامه ایران، حداقل بازم بعد محتوای خاص تولید کنم. متاسفانه نمیدونم چرا محتوای خاص انقدر طرفدار دارین. تو مثلا یه دونه داب اسمش بذار، پست کن، یه جوری ویو میخوره، یه جوری لایک میخوره، یه جوری همه دوست دارن که پشمات میریزه. ولی برو با یه عکاس هماهنگ کن، برو بهترین لوکیشن عکس بگیر، مثلا به اندازه اون دیده نمیشه. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراهی کردین. شما هم حتما نظرتون رو برامون توی کامنت ها بنویسین و تا ویدیو بعدی بدرود.